سلام به همه شما دوستان عزیز. سامیل هستم از کلیسای خداوند. بازم با یک ویدیو جدید آمدیم و میخواهیم درباره کریسمس بر شما از کلام خداوند شریک بسازم. البته اگر ما کتاب مقدس بخوانیم، در کتاب مقدس هیچ جایش درباره کریسمس اشاره نشده و حتی میبینیم که در کتاب مقدس زمان جسم پوشیدن مسیح خداوند در این دنیا، یعنی زمانش هیچ اشاره نشده که یعنی به کدام روز، کدام زمان، کدام وقت یعنی مسیح به این دنیا آمده. ولی ما ببینیم که بسیاری از مسیحی ها میگن که مسیح تولد شد و در کتاب مقدس هم نوشته شده تولد شد، ولی اگر ما از نگاه روحانیت دقیق ببینیم ما میتونیم بگوییم که یعنی مسیح خداوند آمد در این دنیا جسم پوشید. اگر ما کلمه تولد استفاده کنیم، در اصل کلمه تولد به ما انسان ها ربط میگیره که یعنی ما شروعی داشتیم که یعنی تولد شدیم و مسیح خداوند که وقتی که ما مسیح را خداوند به عنوان خداوند میدانیم، دیگه مسیح تولد نشده، دیگه مسیح از ازل بوده و ابد است. و مسیح چی کرد؟ آمد جسم پوشید، در این زمین آمد و در بین ما آدمی ها. پس دوستان عزیز، من از کلام خداوند میرم بر شما میخوانم از کتاب تورات، زبور و صحیفه ها که یک کتاب است به نام اشیا که در این کتاب بسیاری مسیحا موعظه میکنن، صحبت میکنن. دوستان عزیز، ویدیوهای ما نه موعظه است نه درس، فقط یک پیام کوتاه است و یک پیام تشویقی که در بین ایمانداران میخوایم شریک بسازیم و کسانی که ایمان ندارن و مسیح خدا اونا هم از این ویدیو مستفید شده و کلام خدا را درک کنن که ما مسیحا به چی باور و عقیده هستیم و چی یک رابطه نزدیک با خدای خود داریم، مثل یک رابطه به عنوان پدر و فرزند که یکدیگر را چقدر دوست دارن. پس من از شما از اشعیا فصل 7 آیه 14 میخوانم. میگه پس در این صورت خداوند خودش علامتی به شما میدهد و آن این است که باکره‌ای حامله شده پسری به دنیا می آورد، او را امانوئل یعنی خدا با ماست مینامد. آمین. جلال سپاس بر نام یشوع مسیح خدای زنده که ازلی و ابدی است. ما ببینیم که کتاب اشعیا تقریبا 740 سال پیش از جسم پوشیدن مسیح خداوند است در اورشلیم. می‌دونیم که یعنی 700 سال قبل یعنی پیشگویی شده بود درباره کی؟ درباره کسی که میایه انسانها را نجات میده از چی؟ از مرگ روحانی. پس می‌بینید که یعنی میگه که باکره حامله میشه. اگر شما متوجه باشین در دنیا هیچ انسانی تا بالا، مخصوصا خانم ها یا زن، هیچ باکره تا بالا چی نشده؟ تولد نشده از او. پس می‌بینیم که اولین باکره به نام مریم چی شد؟ وابسته شد از روح خدا، یعنی خداوند در روح خداوند در مریم کار کرد و مریم چی کرد؟ یعنی در رحم او یعنی چی؟ طفل با وجود آمد، یعنی جسم. پس می‌بینیم که چی است؟ از این از روح خداوند است که خداوند در مریم کار کرد. بسیاری میگن که خب حتما خداوند آمد امروز انسان هم بستر شد. خیر، این تفکر انسانی است که یعنی شما همچین چیز دیدگاه دارین، ولی خداوند خدای قادر مطلق است. خداوند نیاز نداره که بیای همچین کار کنه. خداوند خدای حقیقی است. خداوند آمد در موسی در آتش ظاهر شد، صحبت کرد. خداوند خدای قادر مطلق است. خداوند هر کاری را میتونه انجام بده. ولی دیدگاهی که شما دارین از نگاه کتاب مقدس، انجیل، تورات و زبور، دیدگاه شما رد میکنه که یعنی خدا آمد امروز مریم هم بستر شد. یعنی همچو بسیاری همچو تفکرات دارن. پس ما با ما چی میگه یعنی او را امانوئل یعنی خدا با ماست. یعنی چی؟ یعنی خدا با ماست. پس میبینیم که خداوند خدای زنده یعنی میایه بالای قوم اسرائیل حکومت میکنه، سلطنتش یعنی پایدار میسازه. از اول سلطنتش پایدار بود ولی میایه مردم نجات میده از چی؟ از مرگ روحانی. پس به من خاطر است که وقتی که مسیح آمد در این زمین، همون خدای یکتا جسم پوشید. از یک حساب مسیح 100% انسان بود، 100% خدا. اگر خدا با قدرت جلالش میامد برای زمین در ما ظاهر میشد، ما تمام انسان ها میمردیم، چون خداوند مقدس است و خداوند همراه گناه زندگی کرده نمیدانه. پس چی؟ جایی که خداوند باشه گناه نابود میشه، گناه از بین میره. پس به من خاطر است که خداوند یک طریقی را ساخت تا ما انسان ها را یعنی نجات بده از چی؟ از مرگ روحانی. هر چیز از خود یک طریقه داره. حتی اگر شما آبم میخورین، آب خوردن هم از خود یک طریقه داره که یعنی شما میفهمین چه قسم آب بخورین. در بین گلاس آب میندازین، آب میگیرین مینوشین. پس میبینیم که یعنی مسیح خداوند وقتی در دنیا آمد چی گفت؟ یعنی من تاک حقیقی هستم. یعنی چی؟ من نور جهان هستم، یعنی من نان حیات هستم، یعنی من شبان نیکو هستم. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که به طرف ما بیایه یعنی دیگر تشنه نخواهد شد. هر کسی که به طرف میاد دیگر گشنه نخواهد شد. هر کسی که به طرف ما بیایه نور میبینه. یعنی نور یعنی چی؟ نور یعنی تشریحش اگه ببینیم یعنی به معنی حقیقت است، یعنی به معنی امید است. پس میبینیم خداوند خدای زنده، خدای ما حقیقی است.
و کتاب اشعیا را از فصل 9 آیت 6 میخوانم. میگه زیرا فرزند برای شما متولد شده و پسر برای ما بخشیده شده است و او قدرت و اختیار داده شده است. نام او مشاور عجیب، خدای قدیر، پدر جاودانی و سلطان سلامتی می باشد. آمین. جلال سپاس بود بر نام یشوع مسیح خدای زنده که تقریبا 700 سال پیش، یعنی کی؟ یعنی نبی ها خداوند اما اشخاص لمس میکرد، یعنی چی؟ پیشگویی کنند چی در خواب یا چی برشان نازل میشد و کلام خداوند برشان، یعنی چی؟ کلام خداوند برشان یعنی میداد، یعنی میگفت که نوشته کو. و همی است که میبینیم که کلام خداوند خدای حقیقی است. و اینجا میبینیم که یعنی کسی به این دنیا میآید جسم میپوشه. دوستان عزیز، اینجا نوشته شده یعنی متولد، منظور همی است که ما خدای یکتا، خدای ازلی ابدی جسم پوشید در این زمین آمد. خدای ما یعنی ازلی ابدی است، یعنی خدای ما مثل یک چیزی نیست که تولد شده باشه، شروعی داشته باشه. خداوند ازل و ابد است. خدای ما نه شروع داره نه ختمی داره. پس خدای ما خدای حقیقی است. پس این چی میگه مشاور و عجیب و خدای قادر و پدر جاودانی. یعنی چی؟ یعنی خدایی که یعنی میای سلطنت میکنه به قوم خود، به کی؟ به قوم اسرائیل. و سلطان سلامتی. اگر ببینیم مسیح خداوند به این دنیا آمد، همگی ما را، یعنی در کسایی که ایمان دارند به مسیح خداوند، یعنی ما را چی یاد داد؟ گفت بروین دشمنتان را محبت کنید. اگر یک نفر برایتان یک سیلی زد، بگذارید که یک سیلی دیگه هم بزنه، دلش یخ شود. و بخاطر که هیچ چیز از او به دست آورده نمیتونه، شما محبت برش نشان بدین که قلب از او لمس شود و خوبی را در وجود خود بشناسه که من از طرف خدا هستم. یعنی خدا مرا به وجود آورده، خداوند مرا دوست داره. و میبینیم که خداوند در ما کار میکنه و خداوند از طریق ما است که یعنی چی؟ برای دیگران صحبت میکنه. پس به خاطر است که خداوند جسم انسانی پوشید آمد در بین زمین تا همراه ما انسانات چی کنه؟ صحبت کنه، حقیقت نشان بده. خداوند قدر در طول سال موسی را فرستاد، ابراهیم را فرستاد، در بین مردم هر قسم اشخاص فرستاد که او مردم توبه کنین، بیاین، گناه نکنین. شریعت داد، هیچ کدامشان پیروی نتونستن و عملی نداد. خدا بیا در کلان ما بیایم خودم. پس همین چیز است که یشوع مسیح خدای زنده جسم پوشید در این زمین آمد. ببینیم خدای ما صلح و سلامتی است، خدای صلح و سلامتی است، خدای جنگ نیست. پس به خاطر است که خداوند ما خدای قادر مطلق می باشه. و بعد از یوحنا فصل 1 آیه 9 براتون بخوانم. میگه آن نور واقعی که همه آدمیان را نورانی می سازد در حال آمدن به این دنیا بود. یعنی چی؟ یعنی همون خدای قادر مطلق به این دنیا آمد کی؟ از مسیح خدای زنده. هر کسی که به مسیح خداوند ایمان بیاره چی میکنه؟ از اون نور مستفید میشه و نجات پیدا میکنه و در زیر چتر مسیح خداوند زندگی میکنه. نور یعنی همون حقیقت، یعنی نور یعنی همون امید که در قلبهایشان دریافت میکنه. پس این بسیار جای خوشی است برای ما مسیحیان که یعنی خداوند ما قدر محبت داره، خداوند ما قدر ما را دوست داره که حتی او بزرگی خود کنار گذاشت. بیا که الان بیایم انسان استفاده میکنم، بیایم در بینتان صحبت میکنم و شما را از قید شریعت نجات میدم. مسیح نه آمد که شریعت از بین ببره، بلکه آمد گفت من میخوایم شریعت کامل بسازم. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که به من ایمان بیاره نجات پیدا میکنه. دوستان عزیز، اگر شما یک چیز متوجه باشین، بسیار یا مسیحا در این فکر هستن که او دیگه وقتی که مسیح شدید تو شریعت پیروی نمیکنی. خیر، ما از طریق شریعت ما نجات پیدا کرده نمیتونیم، ولی ما از طریق ایمان نجات خدا پیدا میکنیم. پس به خاطر از وقتی که شما همگیتان در یک خانواده زندگی میکنین، در اون خانواده از هر کدامتان از خود یک پدر و مادری دارین و هر کدامتان که دارای فامیل هستین، یک زمان شما پدر و مادری داشتید و در خانواده خود زندگی میکردین. چون بخاطر که پدر و مادرتان دوست داشتین، همیشه چی؟ بخاطر که اونا رو دوست داشتین کوشش میکردین که قسم زندگی کنین که اونا رو از خود خوشنود بسازین. شاید پدرتان میگفت بچین دزدی نکو، درس بخوان، در آینده کسی شوی، یک شخص بسیار بزرگ شوی. یعنی همچون نصیحت ها براتون باز میگه خب پدر جان، یعنی اما گپ در فکر شما میباشه. یعنی چی؟ یعنی پدر شما برای شما در اون خانواده که زندگی میکنین یک حکم، یک قوانین بر شما داده تا شما از اون قوانین یعنی پیروی کنید. و پیروی هم از اون قوانین یعنی سر شما به زور نیست و شما هم از اون کار انجام میدین چون پدرتان دوست دارین، نمیخواین که از شما خفه شوه، ناراحت شوه. یا مادرتان همچنان چی میکنین؟ از اون قوانین خانه را عملی میکنین و در مقابل قوانین احترام میگذارین. پس همین است که ما هم مسیحا هم از طریق ایمان نجات پیدا میکنیم. ولی وقتی که در زیر چتر مسیح زندگی میکنیم، ما خداوند بر ما روح القدس داده. روح القدس یعنی روح خداوند.
پس هر کسی که روح القدس داشته باشه او بالای گناه یعنی چی داره؟ یعنی قدرت داره. پس همون است که در زیر چتر مسیح خداوند زندگی میکنه و یک شخص نیکوکار میباشه. ما نمیگیم که ما گناه نمیکنیم، همه ما گناه میکنیم، ولی امی است که یعنی میگیم که پدر جان مسیح خدای زنده ما را ببخش، امی یک گناه از پیش ما سر زد. ولی دوستان عزیز بسیار ببخشید که بسیار کلیسا هستن از امی سوء استفاده میکنن، هزار رقم عیب شرعی را انجام میتن، باز ما بهشت میریم با گناه میشه سر ما گناه سر میزنه. ولی میبینیم که کلیسای نیستن که به طرف راست باشن، طرف خدا باشن. و بسیار کلیساهای افغان متوجه هستم که از روح القدس صحبت نمیکنن، از روح خداوند صحبت نمیکنن، به خاطر که خودشان روح خداوند را بسیار کلیسا احساس نمیکنن و برای مردم هم همچنان اون را تعلیم نمیدن که یعنی روح خداوند و زمانی که شما لمس میکنه شما قدرت پیدا میکنید و بر گناه یعنی پیروز میشین، دیگر گناه بالای شما قدرت نداره. اگر شما در گذشته ها ببینید که یعنی همین پیامبرا، همین موسی، همین داوود، همین دانیال یا هر کدامشون، اینا هر کدامشون از روح خداوند پر میشدن و میرفتن بشارت میدادن، کلام خدا را شریک میساختن. امروز روح خداوند اما روح در ما کار میکنه. قلب های ما عبادتگاه خداوند است، قلب ما تمپل خداوند است. امروز در اورشلیمی که یعنی میخواین دوباره او معبد بازسازی کنن یا میرن قربانی میکنن نمی یهودیا، دیگر او تمپل دیگر یعنی در اون معبد خداوند حضور نداره. خداوند امروز در قلب های ما حضور داره. هر کسی که یعنی مسیح خداوند ایمان بیاره و از قلب و دل جان مسیح خداوند دوست داشته باشه، بدانید که روح القدس در اون شخص کار میکنه و همراه اون شخص میباشه و اون شخص قدرت پیدا میکنه بالای شری، بالای گناه و حتی روح شیطانی هم از او اطاعت میکنه اگر در اون شخص در نام مسیح خدای زنده دستور بده. از دوستان عزیز در یاد داشته باشین که روح القدس در کلیساهایتان یعنی بیشتر تعلیم بتین، از روح القدس بیشتر گپ بزنین که روح خداوند در شما کار کنه تا بیشتر هدایت شوین. و ما از میکا میخوانم فصل 5 آیت 2 میگه ای بیت لحم افراط، اگرچه تو یکی از کوچکترین شهرهای یهودا هستی، با این هم از تو با پیشوایی ظهور میکند که از ازل وجود داشته است و بر قوم اسرائیل سلطنت میکنه. آمین. می‌بینیم که در میکا یکی از کتابایی که به جمله تورات و زبور صحیفه ها حساب میشه پیشگویی شده که یعنی چی؟ یعنی ای بیت لحم کوچک، ای اورشلیم کوچک، ای قوم داوود، یعنی ای قوم یهودا، یعنی که کوچک هستین، ای قوم اسرائیل. یعنی شما در بین قدر امپراتوری های بزرگ یعنی شما کوچک هستین، از این قوم، از این اسرائیل کوچک یک شخصی میه که او پادشاه می باشه، او سلطنت میکنه در بین شما. و او کی است؟ این مسیح خداوند است. مسیح خداوند است که امروز بر قلب های 2 بیلیون اشاریه چقدر انسان سلطنت میکنه. کی است؟ مسیح خداوند است که روح القدس را میفرسته و هر کسی که به مسیح خداوند ایمان بیاره چی میکنه؟ و توسط روح القدس نجات پیدا میکنه و هدایت میشه. پس میبینی که مسیح خدای زنده است، یشوع مسیح بر قلب های ما کار میکنه و خداوند خدای حقیقی است. اگر شما از لوقا فصل 1 آیه 26 الی 38 بخونید که اینجا برای شما نشان میده که مسیح خدای زنده جسم پوشیده و جبرائیل آمد و مریم ظاهر شد که ای مریم نگران نباش، خداوند تو مورد لطف خداوند قرار گرفتی، که یعنی همون است که امروز مسیح خداوند یعنی جسم میپوشه به این دنیا میایه. از کی؟ از مریم باکره. پس میبینید که مسیح خداوند پدر دنیایی نداشت و مسیح خداوند یکی است، یک تا از خدای حقیقی است. جلال سپاس بر نام یشوع مسیح خدای زنده. و دوستان عزیز همچنان اگر شما از متی فصل 1 آیت 18 الی 25 بخوانید برای ما واضح است که ما 4 اناجیل داریم که متی، مرقس، لوقا، یوحنا. این 4 اناجیل است که ولی در همین 2 تا بیشتر جسم پوشیدن مسیح خداوند برای ما ابراز کرده و برای ما نوشته شده که ما میتونیم درک کنیم و میبینیم که منجی ما در بین ما آدمیان آمده تا ما را چی؟ محبت کنه. اون محبتی که هنوز ما شایستهش نبودیم. ما یعنی این قدرت خداوند عظیمه یعنی در قلب های ما، یعنی ما شایستهش نبودیم که را داشته باشیم، ولی خداوند خدای یکتا است، ما را دوست داره. ببینیم که خداوند جسم پوشید برای زمین آمد و عزیزان خداوند این کریسمس این جسم پوشیدن مسیح خداوند ما بر شما تک تک مسیحیان که در هر نقطه زمین زندگی میکنین تبریک میگم.
خدای ما زنده است، خدای ما حقیقی است. جلال سپاس بر برنامه یشوع مسیح خدای زنده. و من بسیار خوشحال هستم دیدم که جوانای افغان ما در سوشال میدیا میاین از کلام خداوند صحبت میکنن. دوستان عزیز، خواهر و برادران عزیز، حمایت کنین و بالای هر یک مسیحی فرض است که بیای از کلام خداوند صحبت کنه و کلام خدا را شریک بسازه. و مخاطر از مسیح میگه برین تمام دنیا را چی شاگرد من بسازین. پس اگر من بیایم از کلام خداوند صحبت میکنم، من شاگرد مسیح هستم. هر کسی که میای از کلام خداوند صحبت میکنه نظر به سن نداره، کسی شاید 70 سالش باشه، کسی شاید 60 سال، 40 سال، 20 سال، 15 سال، کسی که میای کلام خدا را شریک میسازه خدا برکتش بده. ولی بالای خود حاکم باشه وقتی کلام خدا را صحبت میکنه، تعلیمات اشتباه نده و درکی را داشته باشه. وقتی که یک کلام میای صحبت میکنه درکی را داشته باشه که از نگاه کتاب مقدس، از دیدگاه کتاب مقدس چیزی که صحبت میکنه درست است. برکت مسیح خداوند به همه شما عزیزان خداوند. سمیل هستم از کلیسای خداوند. تا ویدیوی بعدی، بدرود.